بازم خوش آمدید. خبرهای جهان و خبری از کشور امریکا پی میگیریم. امریکا با شبکه حقانی دیدار و گفتگو کرده است. روزنامه وال استریت ژورنال امریکایی گزارش را از دیدار مخفیانه مقامات امریکایی با شبکه حقانی را نشر کرده است، اما حکومت امریکا میگوید این دیدار با منظور تلاش‌های صلح و جلوگیری از حملات این شبکه در افغانستان صورت گرفته است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکایی گزارش داده است که مقامات آمریکایی با شبکه حقانی دیدار نموده است. رسانه‌های پاکستان به قبل از این روزنامه گزارش دادند که مقامات آمریکایی با ابراهیم پسر جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی دیدار نموده است. بر اساس گزارش‌ها این دیدار از سوی استخبارات پاکستان ترتیب شده بود و قرار است در یکی از کشورهای عربی با هم دیدار نمایند. گفته می‌شود در این دیدار مقامات افغانی اشتراک نداشتند. ژورنال وال استریت می‌نویسد که حکومت پاکستان از اخیر سال گذشته با شبکه حقانی روابط داشته و از آن زمان کمک‌های خود را با این شبکه آغاز کرده است. اما دولت آمریکا میگوید که این دیدار به هدف روند صلح در افغانستان قبل از آن که در این کشور حملات خود را این شبکه آغاز نماید صورت گرفته بود. در عین حال حکومت آمریکا میگوید که کمک‌های خود را به هدف تامین صلح در افغانستان دوام می‌دهد.